به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، شیرین و جذاب شروع میکنیم. رمان خانه‌ای در شیراز توسط خانم آگاتا کریستی این کتاب زیبا نوشته شده. در سال 1399 توسط انتشارات هرمس در تهران این کتاب چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته کوتاه رو در مورد خانم آگاتا کریستی برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. آگاتا کریستی در 15 سپتامبر 1890 در شهر تورکی در منطقه لیدز انگلستان متولد شد. اگرچه مادرش قصد داشت برای آموزش خواندن به آگاتا تا 8 سالگی او صبر کند، با این حال شوق آگاتا موجب شد خودش خواندن را در سنی بسیار کم یاد بگیرد. او در سال 1910 با از دست دادن پدرش و همچنین به دلیل مشکلات سلامتی مادرش تصمیم گرفت به قاهره مهاجرت کند تا شاید آب و هوایی گرمتر موجب بهبود سلامت مادرش شود. او علاقه‌مند به بازدید از بناهای تاریخی قاهره و همچنین شرکت در مراسم‌های اجتماعی بود. همین علاقه‌مندی به جهان باستان در شکل‌گیری تعدادی از آثار او نیز تأثیرگذار بود. نهایتاً خانواده کریستی به دلیل وقایع پیش از جنگ جهانی اول به انگلستان برگشتند. جنگ جهانی اول یکی از نقاط عطف زندگی آگاتا کریستی بود. با آغاز جنگ جهانی اول، کریستی در انگلستان به عنوان عضوی از گروه کمک‌های داوطلبانه ابتدا به عنوان پرستار و سپس به عنوان کمک داروساز فعالیت کرد و در این بازه از زندگی خود با مهاجران بسیاری مواجه شد که اکثر آنها بلژیکی بودند. تجربیات این مهاجرین الهام بخش او در نخستین نوشته‌هایش از جمله رمان‌های مشهور پوآرو بود. در اوایل دهه 1970 وضعیت سلامت آگاتا کریستی رو به وخامت رفت. با این حال او به نوشتن ادامه داد. آزمایش‌ها نشان می‌دهند او در اواخر عمر خود از مشکلات عصبی ناشی از پیری مانند آلزایمر رنج می‌برد. او در 12 ژانویه 1976 در حالی که 85 سال داشت در خانه خود در وینتربورک انگلستان و به دلایل طبیعی چشم از جهان فرو بست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. مترجم این کتاب هم خانم فائزه اسکندری هستن که من در ابتدای معرفی کتاب یادم رفت که برای شما بگم. پرونده خانم میانسال. غرغر و دعوا و فریادی غضب‌آلود که آخر با این کلاه من چه کار دارید؟ و صدای به هم خوردن در و آقای پینگنتون که راه افتاد تا به قطار ساعت 8:45 سیتی برسد. خانم پینگنتون سر میز صبحانه نشست. با صورتی برافروخته لبهایش را ورچیده بود و اگر این آخر کاری عصبانیت جای غم و غصه‌اش را نمی گرفت زده بود زیر گریه. گفت من تحمل نمی کنم. چند لحظه غرق فکر و خیال شد و سپس زیر لب گفت سلیطه، هرزه موذی. آخر جورج چطور اینقدر احمق است؟ دوباره خشم جای خود را به غم و غصه داد. اشک در چشمان خانم پگینتون حلقه زد و آرام از گونه‌هایش که دیگر تراوت جوانی را نداشت پایین لغزید. گفتنش آسان است که تحمل نمی‌کنم، ولی چه کاری از دستم برمی آید؟ ناگهان غم تنهایی و ناامیدی به دلش چنگ انداخت. کاملا بیکس بود. آهسته روزنامه صبح را برداشت و ورق زد.
آگهی در صفحه اول روزنامه بود. اولین بار نبود که چاپ میشد. خصوصی: آیا خوشحالید؟ اگر اینطور نیست به آقای پارکر پاین مراجعه کنید. خیابان ریچموند، شماره 17. خانم پگینتون گفت مسخره است، خیلی مسخره است. سپس گفت به هر حال باید سر در بیاورم. به همین دلیل بود که ساعت 11 سر و کله خانم پگینتون که کم و بیش عصبی هم بود در دفتر خصوصی آقای پارکر پاین پیدا شد. همانطور که گفته شد خانم پگینتون عصبی بود، ولی معلوم نبود چرا به محض دیدن آقای پارکر پاین خیالش راحت شد. آقای پاین هیکلی بود. البته نمیشد گفت چاق است. سر کچلی داشت شبیه سر اشراف، عینکی ته استکانی و چشم‌های براق ریز. آقای پارکر پاین گفت خواهش میکنم بنشینید. از روی دلسوزی اضافه کرد آگهی من را دیدید که اینجا آمدید؟ خانم پگینتون جواب داد بله. سر جایش ایستاد. آقای پاین با خوشرویی ولی بسیار جدی گفت شما خوشحال نیستید؟ البته آدم‌های کمی خوشحالند. اگر بفهمید تعدادشان چقدر کم است حتما تعجب می‌کنید. خانم پگینتون گفت جداً؟ البته به نظر نمی آمد برایش مهم باشد که بقیه خوشحالن یا نه. میدانم برایتان جالب نیست، ولی برای من خیلی جالب است. من 35 سال از عمرم را در یک اداره دولتی مشغول تهیه آمار و ارقام بودم. بعد بازنشسته شدم و به ذهنم رسید از این تجربیات به شیوه جدید استفاده کنم. خیلی ساده است. خیالتان را راحت کنم. ناخوشنودی را میتوان در 5 بخش طبقه بندی کرد. تا زمانی که آدم دلیل یک بیماری را نداند معالجه غیر ممکن است. من به عنوان یک پزشک اینجا هستم. پزشک اول بیماری مریضش را تشخیص میدهد، سپس اقدام به درمانش میکند. مواردی وجود دارد که درمان هیچ تأثیری ندارد. اگر اینطور باشد رک و راست میگویم که کاری از من ساخته نیست. ولی خانم پگینتون مطمئن باشید که اگر پرونده ای را به عهده بگیرم تقریبا میتوانم قول قطعی بدهم که درمان را کامل میکنم. چون این چیزی امکان داشت بی‌معنی بود یا شاید هم حقیقت داشت. خانم پگینتون با امیدواری به آقای پاین زل زد. آقای پارکر پاین لبخند بر لب پرسید برویم سر تشخیص پرونده شما. به پشتی صندلیاش تکیه داد و انگشتانش را در هم گره کرد. مسئله مربوط به همسرتان است. شما زندگی زناشویی شاد و خوبی داشتید. حدس میزنم کاروبار همسرتان سکه شده. گمانم در این پرونده موضوع سر یک خانم جوان باشد. شاید کسی در محل کار همسرتان. خانم پگینتون جواب داد ماشین نویس است. یک هرزه سلیطه که 7 قلم آرایش می کند. چیزی ندارد جز رژ لب و جوراب‌های ابریشمی و موهای فرفری. کلمات عجولانه از دهانش بیرون می ریخت. آقای پارکر پاین مؤدبانه با سر تصدیق کرد. چیز خاصی نیست. شک ندارم که جواب همسرتان این است. دقیقاً همین را می گوید. بنابراین چرا نباید با کارمند جوانش دوست باشد و کمی خوش و تفریح وارد زندگی کسالتبارش کند؟ بچه بیچاره فقط یک تفریح کوچک است. گمان کنم عقیده‌اش این باشد. خانم پگینتون با شور و حرارت حرفش را تصدیق کرد. شیاد او را میبرد روی رودخانه. من هم خیلی دوست داشتم بروم روی رودخانه گردش، ولی 5-6 سال پیش به من گفت که این کار با بازی گلفش تداخل دارد. ولی حالا میتواند برای آن دختر بازی گلف را ول کند. من عاشق تئاتر هستم، ولی به من میگوید شبها خسته است و نمیتواند برود بیرون. ولی حالا او را برای رقص میبرد. رقص. بعد هم ساعت 3 صبح برمیگردد خانه. من بدون شک شما را متهم میکند به اینکه حسادت میکنید. حسادت بیدلیل. آن هم وقتی هیچ دلیلی برای حسادت وجود ندارد. خانم پگینتون دوباره با سر تایید کرد.
درست است. به تندی پرسید شما اینها را از کجا می‌دانید؟ آقای پارکر پاین خیلی ساده جواب داد آمار. خانم پگینتون گفت من خیلی بدبختم. همیشه همسر خوبی برای جورج بودم. اوایل زندگیمان تا حد توانم کار می‌کردم. امیدوار بودم او هم همینطور باشد. هیچ وقت به مرد دیگری نگاه نکردم. وسایلش همیشه تمیز و مرتب بوده. غذاهای خوب می‌خورده و خانه را هم خیلی خوب و در کمال صرفه‌جویی اداره می‌کردم. حالا که پا به سن گذاشتیم و می‌توانیم از با هم بودن لذت ببریم و برویم بیرون و کارهایی را بکنیم که مدت‌ها در انتظارش بودم، حالا وضع شده این. آب دهانش را خورد داد. آقای پارکر پاین با حالتی جدی سرش را تکان داد. کاملا قضیه را درک می‌کنم. خانم تقریبا پشپش کرد. می‌توانید کاری بکنید؟ البته خانم عزیز، یک راه علاج وجود دارد. بله، راه علاج وجود دارد. راهش چی است؟ با چشمانی از حدقه بیرون آمده، مشتاقانه در انتظار جواب بود. آقای پارکر پاین آرام و قاطعانه صحبت کرد. شما کاری را بکنید که من میگویم. دستمزد من هم 200 گینی است. 200 گینی؟ دقیقاً. خانم پگینتون، شما می توانید از عهده چنین مبلغی برآیید. شما این مبلغ را برای یک عمل جراحی می پردازید. خوشحالی هم در زندگی به اندازه سلامتی مهم است. گمان کنم پول را باید بعداً بپردازم. آقای پارکر پاین گفت برعکس، باید پول را پیشا پیش پرداخت کنید. خانم پگینتون بلند شد. متاسفانه دلیلی نمی بینم. آقای پارکر پاین گفت که چشم بسته خرید کنید. خب شاید حق با شما باشد. برای ریسک کردن پول زیادی است. باید به من اعتماد کنید. باید این پول را بپردازید و شانستان را امتحان کنید. شرایط من همین است. 200 گینی. دقیقاً. 200 گینی پول زیادی است. روز بخیر خانم پگینتون. اگر نظرتان عوض شد با من تماس بگیرید. آرام لبخند زدند و خداحافظی کردند. خانم پگینتون که از دفتر خارج شد، آقای پاین رنگ روی میزش را فشار داد. زن جوان اخمویی که عینک به چشم داد جواب داد. لطفاً یک پوشه بدهید خانم لمون و ممکن است به کلود بگویید مدتی کارش دارم؟ موکل جدید دارید؟ بله، یک موکل جدید. فعلا منصرف شد ولی برمیگردد. شاید امروز بعد از ظهر ساعت 4. اسمش را وارد کن. فهرست الف؟ البته فهرست الف. جالب است که همه فکر می‌کنند پروندهشان منحصر به فرد است. خب کلود رو خبر کن. بگو مورد نامتعارفی نیست. عطر نزند و بهتر است موهایش را هم کوتاه کند. ساعت 4:15 بود که خانم پگینتون برای بار دوم وارد دفتر آقای پارکر پاین شد. دست چکش را بیرون آورد، چکی کشید و به او داد و رسید دریافت کرد. خانم پگینتون با امیدواری نگاهش کرد و پرسید حالا چه؟ آقای پاین لبخند زد و گفت حالا شما برمیگردید خانه و با پست فردا بسته‌ای دریافت می‌کنید که دستورالعمل‌های مشخصی در آن نوشته شده. خوشحال می‌شوم اگر آنها را به کار ببندید. خانم پگینتون با خوشحالی به خانه برگشت. آقای پگینتون به خانه که رسید حالت تدافعی داشت. آماده بود تا اگر پرونده مشاجره آن روز صبح دوباره باز شد از خودش دفاع کند. ولی وقتی فهمید همسرش قصد ندارد دعوا راه بیاندازد خیالش راحت شد. برخلاف انتظار در فکر فرو رفته بود. جورج به رادیو گوش داد و در این فکر بود که نانسی جانش اجازه می‌دهد یک کت خز برایش ببرد یا نه. می‌دانست که خیلی مغرور است. نمی‌خواست ناراحتش کند. با این همه از سرما شکایت می‌کرد. یک پالتو پشمی ارزان قیمت داشت که جلوی سرما را نمی‌گرفت. می‌توانست طوری پیشنهاد دهد که ناراحت نشود. شاید خیلی زود باید دوباره با هم می‌رفتند بیرون. آدم از بردن چنین دختری به یک رستوران شیک حسابی لذت می‌برد. مردهای جوان زیادی را می‌دید که به او حسادت می‌کردند. آن دختر فوق‌العاده زیبا بود و او را هم دوست داشت. خودش گفته بود که به نظرش اصلاً پیر نیست. سرش را بالا آورد
و نگاهش با همسرش گره خورد. ناگهان احساس گناه کرد و عصبانی شد. ماریا چه زن کوتاه‌بین و بدگمانی بود. به کمترین خوشحالی در زندگی او حسادت میکرد. رادیو را خاموش کرد و به رخت خواب رفت. خانم پکینگتون صبح روز بعد 2 نامه دریافت کرد که انتظارشان را نداشت. اولی نوبتی در یکی از مؤسسه‌های زیبایی معروف بود و دومین نامه قرار ملاقات با یک خیاط معروف. نامه سوم از پارکر پاین بود که از او خواسته بود آن روز با او در ریتز ناهار بخورد. آقای پکینگتون گفته بود آن روز ناهار به خانه نمی آید و قرار ملاقاتی کاری دارد. خانم پکینگتون با حواس پرتی سر تکان داده بود و همسرش از خانه بیرون رفته بود و از اینکه آن روز قصر در رفته بود حسابی خوشحال بود. مؤسسه زیبایی فوق‌العاده بود. اینقدر بی‌توجهی؟ مادام چرا؟ باید از سالها پیش دست به کار میشد ولی هنوز هم دیر نبود. کارهای روی صورتش کردند. فشار و ماساژ و بخار آب. به همه جای صورتش گل مالیدن و سپس همه جور کرم زدن. به صورتش پوست پاشیدن. آخرین کارها هم انجام شد. دست آخر که خودش را در آینه دید با خود گفت چقدر جوان شدم. جلسه با خیاط هم به همان اندازه جالب بود. بیرون که آمد حس می‌کرد آراسته و شیک و مد روز است. ساعت 1:30 خانم پکینگتون سر قرارش در ریتز حاضر شد. آقای پاین که لباس بی‌عیب و نقصی پوشیده بود و حالت خاطر جمع و آرام بخشی داشت منتظرش بود. گفت زیبا شدی. از سر تا پا نگاهی به او انداخت و ادامه داد به خودم جرأت دادم و برایتان شراب سفید سفارش دادم. خانم پکینگتون که به خوردن مشروب عادت نداشت اعتراضی نکرد. همانطور که مایه را محتاطانه مزه میکرد به صحبت‌های مربی خیرخواهش گوش میداد. آقای پارکر پاین گفت همسرتان آقای پکینگتون باید سر جایش میخکوب شود. میفهمید؟ میخکوب. به این منظور شما را به یکی از دوستهای جوانم معرفی میکنم. امروز با او نهار میخورید. در همان لحظه مرد جوانی جلو آمد. نگاهی به اطراف انداخت. آقای پارکر پاین را دید و مؤدبانه به سمتشان آمد. آقای کلود لاترل. خانم پکینگتون. آقای کلود لاترل احتمالاً 30 ساله بود. مؤدب و آراسته و خوش لباس و فوق‌العاده خوش قیافه بود. زیر لب گفت از آشناییتان خوشوقتم. 3 دقیقه بعد خانم پکینگتون روبروی مشاور جدیدش سر میزی 2 نفره نشسته بود. اول خجالت میکشید ولی خیلی زود آقای لاتر کاری کرد که راحت باشد. پاریس را خیلی خوب میشناخت و مدت زیادی را در ریویرا گذرانده بود. از خانم پکینگتون پرسید به رقص علاقه دارد؟ خانم پکینگتون گفت که رقصیدن را دوست دارد ولی این روزها خیلی کم بیرون می رود و آقای پکینگتون دوست ندارد شبها بیرون برود. کلود لاترل گفت ولی خیلی ظالمانه است که شما را در خانه نگه دارد. لبخندی زد و ردیف دندانهای براقش را نشان داد. زنها این روزا حسادت مردها را تحمل نمی کنند. خانم پکینگتون میخواست بگوید که حسادت هیچ ربطی به این مسئله ندارد ولی کلمات بر زبانش جاری نشد. به هر حال تصور خوشایندی بود. کلود لاترل با بی‌قیدی از کلوب‌های شبانه صحبت میکرد. قرار بر این شده بود تا آقای لاترل و خانم پکینگتون فردا شب مشتری کلوب معروف لسر آرکینجل باشند. خانم پکینگتون برای اعلام این موضوع به همسرش کمی نگران بود. حدس میزد این موضوع به نظر جورج غیرعادی و مسخره باشد. ولی از تمام مشکلات این قضیه نجات پیدا کرد. آنقدر مضطرب بود که این خبر را سر صبحانه نگفت. ساعت 2 تلفنی خبردار شد که آقای پکینگتون بیرون از شهر شام میخورد. آن شب یک موفقیت بزرگ بود. خانم پکینگتون مثل دختر بچه ها خوب میرقصید و به کمک راهنمایی های ماهرانه کلود لاترل خیلی زود توانست نحوه قدم برداشتن امروزی را بیاموزد. کلود به خاطر لباس زیبا و آرایش موهایش به او تبریک گفت.
آن روز صبح قراری با یک آرایشگر مد روز برایش ترتیب داده بودند. برای خداحافظی دستش را با حرارت بوسید. خانم پگینتون سالها بود که چنین شب هیجان انگیزی نگذرانده بود. 10 روز شگفت‌انگیز سپری شد. خانم پگینتون خورد و رقصید و مهمانی رفت و لذت برد. همه چیز را در مورد کودکی غم‌انگیز کلولاتر شنید. درباره کریسمسی که پدرش همه سرمایه‌اش را از دست داد. در مورد ماجرای عشقی غم‌انگیز و مایوس شدن از تمام زنها. روز 11 در حال رقص در رد ادمیرال بودند. اول خانم پگینتون همسرش را دید. جورج به همراه کارمند جوانش بود. هر دو زوج می‌رقصیدند. وقتی نزدیک هم رسیدند، خانم پگینتون به آرامی گفت سلام جورج. از دیدن اینکه صورت همسرش اول از تعجب سرخ شد و بعد صورتی رنگ شد، حسابی کیف کرد. تعجب کرده بود و حس می‌کرد مچش را گرفتند. خانم پگینتون حس می‌کرد که اوضاع را در دست خودش دارد. جورج پیر بیچاره دوباره نشست سر میزش. تماشایشان می‌کرد. چقدر چاق بود، کچل بود و بدجوری بالا و پایین می‌پرید. به شیوه 20 سال پیش می‌رقصید. جورج بیچاره چقدر دلش می‌خواست جوان باشد. آن دختر بدبخت هم که با او می‌رقصید مجبور بود وانمود کند دوستش دارد. حوصله‌اش حسابی سر رفته بود. صورتش روی شانه جورج بود و جورج نمی‌توانست ببیندش. خانم پگینتون با آسودگی خاطر فکر کرد چقدر موقعیت خودش تحسین برانگیز است. به کلود بی عیب و نقص که حالا خیلی مدبرانه ساکت شده بود نگاه کرد. چقدر خوب درکش می‌کرد. هیچ وقت دعوا نمی‌کرد. از آن دعواهایی که مردها خواهی نخواهی بعد از چند سال زندگی راه می‌اندازند. دوباره به کلود نگاه کرد. نگاهشان با هم تلاقی کرد و کلود لبخند زد. چشم‌های زیبای سیاه رنگش با حالتی غمگین و عاشقانه و با محبت به او نگاه کرد و گفت می‌شود دوباره برقصیم؟ دوباره رقصیدند. انگار در بهشت بودند. سنگینی نگاه حاکی از عذرخواهی جورج را حس کرد که در تعقیبشان بود. به خاطر آورد که برانگیختن حسادت جورج یک نقشه بوده است. از آن موقع چقدر گذشته بود؟ حالا واقعا دلش نمیخواست جورج حسادت کند. ممکن بود ناراحت شود. چرا باید ناراحت میشد؟ همه خیلی خوشحال بودند. وقتی خانم پگینتون به خانه رسید، همسرش 1 ساعتی بود که به خانه آمده بود. قیافه گیجی داشت و پا در هوا بود. گفت آها بالاخره برگشتی. خانم پگینتون پالتویی را که آن روز صبح برایش 40 گینی آب خورده بود کنار گذاشت و لبخند زنان گفت بله برگشتم. جورج سرفه‌ای کرد. خیلی عجیب بود که دیدمت. خانم پگینتون گفت واقعا؟ من؟ خب گمان کردم فکر بدی نیست که بعضی وقتها آن دختره را ببرم بیرون. در خانه‌اش کلی مشکل دارد. فکر کردم خب میدانی از روی محبت. خانم پگینتون با سر تایید کرد. جورج پیر بدبخت ورجه بورجه میکرد و گرمش شده بود و خیلی هم از خودش متشکر بود. آن جوانی که با تو بود کی بود؟ نمیشناختمش نه؟ لانر. اسمش کلود لانر است. چطور به هم برخورد کردید؟ خانم پگینتون سرسری گفت 1 نفر به من معرفیش کرد. صورت خوشی ندارد برای رقص بروی بیرون. منظورم در این سن و سال است عزیزم. نباید خودت را مسخره کنی. خانم پگینتون لبخند زد. حس می‌کرد باید با کل دنیا مهربان باشد و این احساس آنقدر قوی بود که نمی‌توانست به شوهرش جواب سربالا بدهد. با خوشخلقی گفت بعضی وقتها تنوع هم لازم است. میدانی باید مراقب باشی. کلی آدم عیاش بیرون هست. زنهای میان سال بعضی وقتها خودشان را حسابی مضحکه میکنن. فقط هشدار دادم عزیزم. دوست ندارم ببینم کارهای نامناسب انجام میدهی. خانم پگینتون جواب داد ورزش خیلی مفیدی است. بله. خانم پگینتون با محبت گفت گمان میکردم تو هم همین کار را میکنی. مهمترین مسئله در زندگی خوشحال بودن است. مگر نه؟ یادم است که حدوداً 10 روز پیش سر میز صبحانه این حرف را زدی. همسرش نگاه تندی به او انداخت ولی قیافه خانم پگینتون
عاری از هر گونه طعنه بود. خمیازه کشید. باید برم و بخوابم. راستی جورج، این اواخر خیلی ولخرجی کردم. چند تا قبض وحشتناک به دستت میرسه. برات مهم که نیست. آقای پگینتون گفت قبض؟ بله، برای لباس و ماساژ و آرایشگاه کمی افراط کردم، ولی میدانم که برات اهمیتی نداره. از پله‌ها بالا رفت. آقای پگینتون با دهان باز همانجا خشکش زد. ماریا در قبال کاری که آن شب از او سر زده بود رفتار خوبی از خودش نشان داد. به نظر نمی رسید برایش اهمیت داشته باشد، ولی جای تأسف بود که یک دفعه شروع کرده بود به ولخرجی. ماریا مظهر صرفه‌جویی. امان از دست زنها. جورج پگینتون سرش را تکان داد. دعواهای برادران آن دختر این اواخر خیلی بالا گرفته بود. خب خیلی خوشحال میشد کمک کند. با این همه گور پدرش اوضاع در سیتی هم زیاد خوب پیش نمیرفت. آقای پگینتون آهی کشید و آرام از پله ها بالا رفت. بعضی اوقات جملات در همان لحظه تأثیری ندارند، ولی بعداً در ذهن میمانند. تا صبح روز بعد کلماتی که آقای پگینتون گفته بود در عمق وجود همسرش نفوذ نکرده بود. مرد عیاش، زنهای میان سال خودشان را مضحکه می‌کنند. خانم پگینتون شهامتش را داشت، نشست و با حقایق روبرو شد. یک فاسق پولی. همه چیز را در مورد فاسق‌های پولی در روزنامه‌ها خوانده بود. چیزهای زیادی در مورد حماقت زنهای میان سال خوانده بود. کلود فاسق پولی بود؟ حدس میزد باشد، ولی در آن صورت او باید همه جا پول پرداخت می‌کرد، در حالی که کلود همه جا حساب می‌کرد. بله، ولی او به آقای پاین پول داده بود، نه به کلود. یا به بیان دقیق‌تر این پول همان 200 گینی خودش بود. یعنی او یک زن میان سال احمق بود؟ کلود لانر پشت سرش به او میخندید. صورتش از این فکر برافروخته شد. خب حالا که چه؟ کلود یک فاسق پولی بود. خودش هم یک زن میان سال احمق. فکر کرد باید چیزی به کلود بدهد. یک جعبه سیگار طلا. چیزی شبیه این. این وسوسه غیرعادی او را به مغازه اسپری کشاند. جعبه سیگاری خرید و پولش را پرداخت کرد. قرار بود نهار را با کلود در کریچ یا کوریچ بخورد. زمانی که قهوهشان را می‌خوردند، جعبه را از کیفش بیرون آورد. زیر لب گفت یک هدیه کوچک. کلود سرش را بالا آورد و اخم کرد. برای من؟ بله من. امیدوارم خوشت بیاید. دستش را به جعبه نزدیک کرد و وحشیانه به آن طرف میز هلش داد. چرا این را به من می‌دهی؟ نمی‌خواهمش. برش دار. عصبانی بود. چشم‌های سیاهش برق می‌زد. خانم پگینتون زیر لب گفت متاسفم. جعبه را دوباره داخل کیفش گذاشت. آن روز در رفتارشان معذب بودند. صبح روز بعد کلود تماس گرفت. باید ببینمت. می‌توانم امروز بعد از ظهر به خانه‌ات بیایم؟ خانم پگینتون گفت ساعت 3 بیاید. وقتی آمد خیلی رنگ پریده و عصبی بود. رابطه سرد بینشان حالا کاملا به چشم می‌آمد. ناگهان کلود از جایش پرید و روبروی او ایستاد. فکر کردی من چی هستم؟ آمدم همین را بپرسم. ما با هم دوست بودیم، نه؟ بله دوست. ولی تو هم مثل بقیه فکر کردی. من خب یک فاسق پولی هستم. موجودی که با پول زنها زندگی می کند. یک مرد عیاش. درست گفتم؟ نه. اعتنایی به مخالفت خانم پگینتون نکرد. رنگش پریده بود. همین فکر را کردی. خب درست است. آمدم همین را بگویم. حقیقت دارد. دستور داشتم تو را بیرون ببرم. سرگرمت کنم. به تو عشق بورزم تا شوهرت را فراموش کنی. این شغل من است. نفرت انگیز است؟ پرسید. چرا اینها را به من میگویی؟ چون قصد دارم تمامش کنم. نمیتوانم ادامه بدهم. نه با تو فرق داری. از آن زنهایی هستی که بهشان اعتماد دارم و میپرستمشان. فکر میکنی همینطوری این حرف را میزنم؟ این دیگر بخشی از بازی نیست. به او نزدیکتر شد. بهت ثابت میکنم که نیست. من میروم. فقط به خاطر تو میروم تا خودم را به خاطر تو تبدیل کنم به یک مرد به جای یک موجود نفرت انگیز. ناگهان گفت خدا حافظ. من آدم پستی بودم همیشه، ولی قسم میخورم که تغییر کنم.
یادت هست یک بار گفتی دوست داری آگهی‌های ستون سنگ صبور را بخوانی؟ از امروز به بعد هر سال یک پیغام از من دریافت می‌کنی که می‌گوید فراموشت نکردم و خوب هستم. آن وقت می‌فهمی چقدر برایم اهمیت داری. یک چیز دیگر، من هیچ چیزی از تو نگرفتم ولی دلم می‌خواهد چیزی از من بگیری. حلقه طلایی ساده ای را از انگشتش درآورد. این حلقه مادرم بوده. دوست دارم مال تو باشد. حالا خداحافظ. کلود او را در بهت و حیرت در حالی که حلقه طلا در دستش بود تنها گذاشت. جورج بگینتون زود به خانه برگشت. همسرش را دید که مات و مبهوت به آتش سر زده است. با مهربانی ولی حواس پرت با او حرف می‌زد. جورج بی مقدمه گفت ببین ماریا درباره اون دختره. بله عزیزم. من نمیخواستم ناراحتت کنم. میدانی درباره او هیچ چیزی نیست. میدانم من احمق بودم. پس اگر خوشحالت میکند هر چقدر دلت میخواهد دوستش داشته باش. مطمئناً این کلمات باید جورج بگینتون را خوشحال میکرد ولی شگفت این که ناراحتش میکرد. آدم چطور میتواند یک دختر را بیرون ببرد وقتی همسرش تشویقش میکند؟ ولش کن. آبرومندانه نبود. تمام آن احساس که آدم سرزنده باشد یک باره فرو خوابید و با پایان شرم‌آوری خاموش شد. جورج بگینتون ناگهان حس کرد خسته است و پول زیادی هم از دست داده. آن دختر آدم زرنگی بود. با کمرویی گفت اگر دوست داشته باشی میتوانی با هم برویم بیرون ماریا. نگران من نباش. من خیلی خوشحالم. ولی دوست دارم ببرمت بیرون. باید برویم به ریویرا. خانم بگینتون از دور به او لبخند زد. جورج پیر بیچاره به او علاقه داشت. یک پیرمرد دوست داشتنی بدبخت بود. هیچ رازی در زندگی او نمی درخشید ولی در زندگی خودش چنین چیزی وجود داشت. هنوز با محبت لبخند می زد. گفت خیلی خوب است عزیزم. آقای پارکر پاین با خانم لیمون صحبت می کرد. حساب بانکی من چطور است؟ خانم لیمون جواب داد 102 پوند و 14 شیلینگ و 6 پنس. در باز شد و کلود لانر آمد داخل. قیافه‌اش عبوس بود. آقای پارکر پاین گفت صبح بخیر. کلود همه چیز خوب پیش رفت؟ قربان کند. حلقه راستی چه اسمی رویش نوشتی؟ کلود با ناراحتی گفت ماتیلدا 1899. آلیس برای آگهی چی گفتی؟ حالم خوب است. فراموشت نکردم. کلود لطفاً یادداشت کنید خانم لیمون. ستون سنگ صبور 3 نوامبر. بگذار ببینم. مخارج 102 پوند و 14 شیلینگ و 6 پنس بوده است. بله. گمانم به مدت 10 سال خوب باشد. اینطوری برایمان 92 پوند و 2 شیلینگ و 4 پنس سود دارد. کافی است. خیلی هم رضایت بخش است. خانم لیمون بیرون رفت. کلود بی مقدمه گفت ببین من از این کار خوشم نمیاد. بازی کثیفی است. پسر عزیز من یک بازی کثیف خانم محترمی بود. یک خانم خیلی خوب. گفتن آن همه دروغ به او، پر کردن وجودش از آه و ناله، این کارها حالم را به هم میزند. آقای پارکر پاین عینکش را جابجا کرد و با کنجکاوی علمی به کلود نگاه کرد و با بی‌اعتنایی گفت دوست عزیز یادم نمیآید که تا به حال وجدانت عرض کنم که برای انجام این فعالیت‌های نچندان خوشنام به مشکلی برخورده باشد. روابط عاشقانه در ریویرا واقعاً وقیحانه بود و سوء استفاده از خانم هتی وست همسر سلطان خیار کالیفرنیا با آن پول پرستی بیرحمانه‌ای که از خود نشان دادی خیلی به چشم آمد. کلود قرولون کرد. خب حالا احساسم عوض شده. این خوب نیست. این بازی. آقای پارکر پاین مثل رئیسی که به شاگرد مورد علاقه‌اش هشدار می‌دهد گفت کلود عزیز تو کار قابل توجهی انجام می‌دهی. به یک زن ناراحت چیزی را می‌دهی که همه زنها به آن احتیاج دارند. علاقه. زنها شور و احساسات واقعی را دور می‌اندازند و هیچ فایده‌ای برایشان ندارد ولی می‌توانند این جور روابط را بپیچند لای زورق و بگذارند گوشه تاقشه و سالهای سال از آن لذت ببرند. سرفه‌ای کرد و ادامه داد. ما از عهده پرونده خانم بگینتون خیلی خوب برآمدیم. کلود زیر لب گفت خب من که خوشم نیامد. از اتاق بیرون رفت.
آقای پاین پرونده جدیدی را از کشو بیرون آورد و یادداشت کرد. فهمانده وجدان در یک مرد عیاش سنگدل. یادداشت کرد یادم باشد سیر تحولش را بررسی کنم. خب داستان بعدی این کتاب رو دیگه برای شما شروع نمی کنم چون زمان به من اجازه نمیده. فقط معرفی کوتاهی رو برای اسم خانه‌ای در شیراز که چرا خانم آگاتا کریستی این نام رو بر این کتاب گذاشتن رو برای شما میخونم. این مجموعه 12 داستان کوتاه دارد که خانه‌ای در شیراز نام یکی از آنهاست. پارکر پاین کاراگاه این داستان هاست. اما چرا شیراز؟ در نیمه دوم کتاب ماجراها در خارج از لندن برای پارکر پاین رخ می‌دهد. آن هم در طول سفری که شامل دمشق، بغداد، شیراز و حاشیه رود نیل می شود. این بخش از داستانها نتیجه سفرهای آگاتا کریستی با شوهرش در مستعمرات انگلستان مثل هندوستان و اطراف آن است و به واسطه همین آشنایی کریستی پای شخصیت‌های خود را به این نواحی می‌کشاند تا بر تنوع و جذابیت‌های داستان‌های خود بیفزاید. درباره کتاب خانه‌ای در شیراز، داستان خانه‌ای در شیراز درباره پرونده خانم ثروتمندی به نام رایمر است که پسرش را گروگان گرفته و او را تهدید کرده‌اند. در این مجموعه داستان برخلاف سایر داستان‌های کریستی خبر از کاراگاه‌های معروف نیست و پارکر پاین است که ماجراهای مختلفی را حل می‌کند. کتاب خانه‌ای در شیراز توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد و به چندین زبان مختلف ترجمه شد. آگاتا کریستی در این سفرها از شیراز و باغ‌هایش به عنوان الهام بخش برای داستان‌های خود استفاده کرده است. او در خاطراتش از شیراز به عنوان یک شهر زیبا و باغ‌های آن به عنوان زمرد سبز یاد می‌کند. به طور خلاصه کتاب خانه‌ای در شیراز یک مجموعه داستان جنایی است که یکی از داستان‌های آن در شیراز اتفاق می‌افتد و به خاطر سفر آگاتا کریستی به این شهر و توصیف زیبایی‌های آن شهرت یافته است. خب این کتاب رو امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.